بله درباره سردان سروکوزیر ترکیه احمد داوودوغلو جبو گورا شاه سلیمان کل گند آشمیه نزدیکی 25 کیلومتران ل روجاوای کوبانه نزدیکی جرابلوسی دست داعش دیل سرچمه فرات پارلمانتر کی سوریه ایرشی و سردان داوودوغلو جبو کوبانه دکه دبیجه که اردوغان و داعش دو روی یک پرینه یک دراوینه پارلمانتر سوری شریف شحاده داخویانی که تایبت جبو روداوی راگهاند که در باسمونا سروکوزیر ترکیه احمد داوودوغلو جبو آخا ناوا آخا سوری و بی که دستور جا حکومت سوری بخوازه او دستریجیه که لسر ریز و سروریا سوری شحاده آنی زمان که در باسمونا داوودوغلو جبو ناوا آخا سوری دخویا کرن که حکومت ترکیه حتی چه راده دسته وردانه ده بویرین سوری دکه و یک اشکره دکه که هفریزیه که مزن ده نوبر حکومت ترکیه و گروپین چکدار داهیه. نوبوری هر وها دیار کرد که اردوغان دخوازه امپراتوریا عثمانی وگرینه و آخا ولات عربی جنوب داگیر بکه و گوت داعش و اردوغان در روی یک دراوینه.